یکی از بزرگترین غلط فهمی ها این است که وقتی که مردم مرتکب گناه می شوند فکر می کنند راه برگشتی وجود ندارد و چون امیدی ندارند گناهانشان را تکرار می کنند. آنان رحمت الله متعال را فراموش کردند. یک بار بیندیشید، زمانی که یک فرد به اسلام رو می آورد گناهانش کاملا پاک می شود، درست مانند طفلی که تازه به دنیا آمده باشد. اگر چنین پاداشی برای یک فرد تازه مسلمان داده می شود، پس برای فردی که از قبل مسلمان بوده و مرتکب گناه شده اما پشیمان است چه پاداشی در نظر گرفته خواهد شد؟ مطمئناً برایش راهی وجود دارد، برایش فرصتی برای بازگشت وجود دارد و آن فرصت توبه است، راه زیبا برای برگشت به سوی پروردگارمان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. در این آیه الله متعال رحمت خویش را نسبت به ما نشان می‌دهد که چگونه میتوان به راحتی به سویش بازگشت و توبه راهی است که به واسطه‌اش خود را از گناهان پاک میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که الله متعال میفرماید: ای بندگانم، همه ایتان گمراه هستید جز آنانی که من هدایتشان کردم. از من طلب هدایت کنید تا هدایتتان کنم. ای بندگانم، همه ایتان مرتکب گناه میشوید و من میبخشم. از من طلب بخشش کنید تا شما را ببخشم. نظر به این حدیث الله متعال ما را به توبه کردن دعوت میکند. در حدیث دیگری روایت است که شیطان به الله متعال گفت: پروردگارا، به عزتت قسم که بندگانت را تا زمانی گمراه میکنم که روحشان در بدنشان باشد. الله متعال در پاسخش فرمود: به عزت و بزرگیم قسم که آنان را تا زمانی میبخشم که از من طلب مغفرت کنند. سبحان الله، این از رحمت الله متعال نسبت به ما. او تعالی نه تنها ما را به سوی خود دعوت می کند بلکه کسی را که توبه کند دوست هم دارد، چنانچه می فرماید: ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. هر آینه الله توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. علاوه بر آن الله متعال کسی را که توبه می کند کمک هم می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبای فرمودند که در گذشته مردی 99 نفر را به قتل رسانده بود و خیلی پشیمان بود و او میخواست توبه کند. نزد راهبی رفت و برایش گفت: من 99 نفر را کشتم، آیا راهی برای توبه کردن برایم وجود دارد؟ راهب گفت: نخیر، و او راهب را نیز کشت و او 100مین نفری بود که توسط وی کشته شد. او برای عالم نزد مردم پرسجو کرد و مردم آدرس عالمی را بر او دادند و او نزد عالم رفت و برایش گفت: من 100 نفر را کشتم، آیا راهی برای توبه کردن وجود دارد؟ عالم برایش گفت: بله، چی کسی میتواند بین تو و توبت مانع شود؟ برو به فلان شهر، جایی که مردم در آن الله را عبادت میکنند، و به این شهر بر نگرد که شهر بدی است. او تصمیم گرفت که به آن شهر خوب برود، اما در راه مرگ به سراغش آمد. ملائک نمیدانستند که امرایش چی کنند، چی کسی باید روحش را با خود بگیرد. ملائک رحمت گفتند: او توبه کرده و به سوی الله متعال بازگشته است. اما ملائک عذاب گفتند: او در طول عمرش حتی یک عمل خوب هم انجام نداده است. ملائک با هم گفتگو میکردند و ملائک دیگری برای فیصله نمودن آمد و گفت: بروید و فاصله راه بین آن شخص و 2 شهر را اندازه‌گیری کنید و اگر او به شهر خوب نزدیک بود بخشیده شده است و اگر به شهر بد نزدیکتر بود بخشیده نشده. در این هنگام الله متعال به زمین فرمان داد که به شهر خوب نزدیک شود و زمانی که ملائک فاصله راه را اندازه‌گیری کردند دریافتند که با تفاوت اندکی، یعنی اندازه 1 دست، نزدیکتر به شهر خوب بود و او بخشیده شد. الله اکبر. الله متعال بنده‌اش را که در صدد توبه باشد چنین کمک میکند. و نه تنها این، بلکه او تعالی در سوره الفرقان آیه 70 میفرماید:
که او حتی اعمال بدمان را تبدیل به اعمال نیک می کند در صورتی که توبه نموده و به سویش رجوع کنیم. این است فضیلت توبه. حال چگونه می توان توبه کرد؟ شرایط توبه چیست؟ توبه 5 شرط دارد. 1. توقف دادن گناه، نباید ادامهش داد. 2. پشیمان بودن از همه گناهانی که در گذشته صورت گرفتند. 3. تصمیم به تکرار نکردن گناه. 4. باید حق کسی را که به او ستم نموده اید برایش برگردانید و از او طلب بخشش نمایید. 5. توبه کنید قبل از اینکه مرگ به سراغتان بیاید. و یاد داشته باشید که توبه تا زمانی قبول می شود که فرشته مرگ را نبینید. بعضا به این تفکر هستند که حال این کار زشت را انجام می دهم و سپس توبه خواهم کرد. اما آگاه باشید که اکثر مردم فرصت توبه کردن را پیدا نکردند و مرگ قبل از توبه به سراغشان آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هر یک از فرزندان آدم گناهکار است. هر یک از فرزندان آدم گناهکار است. شما نمی توانید یک انسان باشید مگر اینکه مرتکب گناه شوید. اگر شما گناه نکنید شما فرشته خواهید بود. اگر گناه نکنید دیگر انسان نیستید. شما تبدیل به فرشته خواهید شد. چون این فرشته ها هستند که مرتکب گناه نمی شوند. این برای یک انسان کاملا ناممکن است که به درجه کمال برسد در جایی که با گناهان محدود است باز هم گناه نکند. این ناممکن است. شما انسان هستید و انسان محدود به عادات است. محدود به عادات و این یک حقیقت است. این دقیقاً چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هر انسان گناهکار است. بعدش چی؟ اگر ما همه گناهکار هستیم به این معنی است که همه ما یکسان هستیم؟ نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید نمود و بهترین گناهکاران. پس بهترین گناهکار هم وجود دارد. گروه خوبی هم وجود دارد. برای گناهکاران هم درجاتی وجود دارد. همه گناهکاران یکسان نیستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین آنها. ما همه گناه میکنیم ولی بهترین گروه گناهکاران در بین ما وجود دارد. بهترین گناهکاران آنانی هستند که توبه میکنند. توبه این راه حل است. این است راه بیرون رفت. این است معنی پاک کردن گناهانی که مرتکب شده ایم. راه حل دیگری وجود ندارد. هیچ راه بیرون رفت جز توبه وجود ندارد. و به همین خاطر است که توبه برای ما یک گزینه انتخابی نیست. توبه برای ما یک امر داوطلبانه نیست. توبه یک امر واجب است، نه یک گزینه انتخابی. توبه بالای هر مسلمان و هر انسان امر اجباری است. توبه چیزی است که انجام آن بر ما لازمی است. این یک گزینه انتخابی و داوطلبانه نمیتواند باشد در صورتی که ما میدانیم همه ما گناه کردیم. در صورتی که میدانیم که هر یک از ما نافرمانی الله متعال را کردیم. پس یگانه راه بیرون رفت از گناهان این است که خود را با واسطه توبه پاک بسازیم. و به همین خاطر است که الله متعال به ما فرمان میدهد که توبه کنیم. و توبوا الی الله جمیعا. وفي